درود عزیزم، پریا هستم. برگشتم با یک انرژی خوانی جدید برای شما عزیزانم و توی این انرژی خوانی میخوایم طبق روال هر پنجشنبه براتون فال عزیز درگذشته رو بگیرم و امیدوارم که پیامی که میگیرید با اینکه پیام کوتاهی هست اما بتونه که راهنمای خوبی باشه برای مسیر زندگیتون یا حتی برای التیام قلبتون. امیدوارم که هر جایی که هستید غرق نور باشید. ازتون میخوام که همراه با من انرژی بگذارید، با همدیگه وارد فرکانس های این عزیزان بشیم. با نام و یاد خداوند آغاز میکنم و لطفا انرژی بگذارید. از کارت اول چه کارت زیبایی هم هست براتون شروع کرد. پیام زیبایی رو خب کارت هایی که میچینم خب این هم کارت های از دک آنان خارا که برای خودم خیلی الهام بخشه. خیلی خوب عزیزانم، پیامی که من از این کارت ها براتون گرفتم، چیزی که میبینم اینه که عزیز در گذشته میخواد بهتون بگه که یک مدت درگیر خیلی از صحبت ها، خاطرات یا ناراحتی هایی از گذشته شدید. انگار که دارید در مورد یک شخصی، در مورد یک حادثه ای یا در مورد یک خاطره ای خیلی خودخوری میکنید. صحبت هایی که انگار روی شما تأثیر خیلی زیادی رو گذاشته. میتونه این صحبت ها از طرف خود این عزیز درگذشته باشه و خود این عزیز درگذشته به شما قبلا گفته و یادآوریش قلبتون رو در واقع چنگ میزنه و یک جورایی شما رو پریشان حال میکنه. یا ممکنه هم صحبت های از دور اطرافیانتون باشه بعد از رفتن این عزیز درگذشته و این صحبت ها شما رو خیلی آزار داده. شما سعی میکنین جلوی بقیه خودتون رو محکم، استوار، پابرجا و حتی شاید با لبخند نشون بدین. خیلی من اینو اینطور میبینم که شما واقعا هم دلتون میخواد به این مرحله برسید. انگار که خودتونم از این افکار توی ذهنتون خسته شدید. این عزیز درگذشته انگار که براتون آغوشی رو باز کرده تا شما رو در واقع به آغوش خودش بکشونه. شاید شما جدیداً از روی تنهایی، از روی دلتنگی و از روی واقعا دلتنگی برای وجود این آدم، برای لمس این آدم، برای کنار این آدم بودن، گوش دادن به حرفاش، طوری که شاید شما و این عزیز درگذشته از هم دیگه خیلی حمایت میکردین، خیلی همدیگه رو دوست داشتین، خیلی کنار همدیگه بودین. انگار که این عزیز درگذشته الان در این لحظه دقیقا اینجوریه که آغوشش رو برای شما باز کرده تا دوباره شما رو در آغوش بکشه. انگار که میخواد خستگی رو، ناراحتی رو از توی تن و جون شما بیاره بیرون. انگاری که میخواد سیراب محبتتون کنه. حس میکنم این عزیز درگذشته
میخواد اعلام حضور بکنه برای شما. فرق نمیکنه که عزیزان این یک روح انسانی باشه یا اینکه شما پت یا حیوان خانگیتون رو از دست داده باشید، پدر یا مادر، اما روح بسیار مهربانی داره. اونقدر روح مهربانی داره که انگار میخواد کنار شما باشه، شما رو در آغوش بکشه، بهتون عشق بده و انگار که اون بار سنگین، اون ناراحتیایی توی ذهنتون رو از روی ذهنتون پاک بکنه. شاید شما امشب یا شب‌های قبل خیلی دعا کردین و یا خیلی سعی کردین باش ارتباط برقرار بکنید. انگار که رفتن این عزیز شما رو توی یک حالتی برده که چیزی جایگزین نبودش نمیشه. اگر شما برای روحی در واقع میتونم بگم که دارید انرژی میذارید که روح بسیار پاکی هست و حتی موقعی که در اینجا بود نمادی از پاکی و معصومیت بود، آدمی بود که دلش میخواست در واقع همیشه لبخند رو لبتون باشه، انگار که الانم همینو میخواد، انگار که آرزو دوباره لبخند، شادی و در واقع اون حس خوب رو درون شما ببینه. به خصوص اگر شما دارید برای بچه‌تون یا کسی که حکم بچه‌تون رو داره، میگم میتونه پتتون باشه، حیوان خانگی باشه که انگار ازش خیلی مراقبت کردین، حکم بچه‌تون رو داره. اگر خانمی هستی که سقط داشتی یا بچت رو از دست دادی، به هر حال خیلی این رو اینطور میبینم که این روح بسیار روح پاکی بوده، یا اگر فردی از افراد خانوادتون بوده شخص بسیار مهربانی بوده. انگار که با همه مهربانی که داشته شما یه سری صحبت ها رو از این آدم توی ذهنتون دارین، گاهی ذهنتون رو خراش میده، ناراحتتون میکنه. شاید هم نوع رفتن این آدم برای شما مثل یه بند شده. شما انگار الان تو شرایطی هستین که انگار دست و پاتون رو بستن، نمیدونین چی کار کنین. انگار که تو یک حالتی گیر کردین که دلتون میخواد آزاد باشین ولی سخته براتون. فکر کنید مثل شخصی که دستاش، پاهاش به بندهایی بنده که اگه یه دست رو باز کنه یه دست دیگرش بند داره، پاهاش رو باز کنه دستاش بند داره و در واقع انگار که اسیر هستین. این عزیزه در گذشته خیلی من اینجوری میبینم که بهتون میگه که در وعده نزدیک، این فال جنراله و من نمیتونم وعده بدم، ولی در وعده نزدیک عزیزان شما در واقع از یه بندی رها میشی. اگر تو زندگیت افراد سمی داری، اگر تو شرایطی گیر کردی که حس تنهایی داری و فکر میکنی هیچکی به دادت نمیرسه، اگر تو رابطه ای هستی که تو اون رابطه فوق العاده اذیتی، رها میشی. به آسمان خیلی دقت بکنین تو روزهای آینده عزیزان، و یا به پرنده هایی که دور و برتون میبینید. هر پرنده ای، پرستو، بخصوص پرنده هایی که بال، حتی اگر کبوتر باشه و تو بالاش پر مشکی داره، کلاغ، کبوتری با پر مشکی، یا هر نوع پرنده ای، پرستو، یا حیوانی مثل سگ یا گربه که رنگ مشکی داشته باشه، انگار که عزیز در گذشته از طریق یک روح پاک، یک کالبد پاک میخواد باتون در ارتباط باشه و من این رو خیلی اینجا به وضوح درک میکنم. باهاتون ارتباط میگیره و بهتون میگه که هدیه ای رو بهتون میده، مثل یک آزادی.
مثل یک از بند پریدن. ولی الان نه، انگار توی لحظه های آخر خواهد بود عزیزان. اونجا که اعتمادت رو یا امیدت رو کاملا از دست دادی، اون لحظه ای که میگی دیگه تمام شد، دیگه هیچ کس به دادم نمیرسه، دیگه خدا هم ازم رو برگردونده، دیگه الان این پایانشه. انگار دقیقاً از همون تاریکی مطلق یک کورسویی پیدا میشه که همون کورسو رو هرچی بریم جلوتر تبدیل به یک تونل خیلی روشن میشه. از شما رها پیدا میکنید. از در گذشته اومده که بهت بگه که توی عمق اون چیزی که الان فکر میکنی کلاً توش ناامیدی هست، اون جایی که ایستادی و فکر میکنی هیچکی صداتو نمیشنوه، از همون جایی که حس میکنی دیگه تموم شد دوباره شروع میشه و خیلی هم زیبا شروع میشه، خیلی نورانی شروع میشه. اصلا هم تنها نیستی. عزیزان به آسمان خیلی دقت کنید توی این شب‌های آینده، شاید به خاطر ماه کامل هم هست. شمع روشن کنید، دعا کنید، نیایش کنید. پورتالی از دعاهای شما، خواسته های شما به آسمان باز شده و این عزیزه در گذشته انگار که بهت میگه این پورتال رو بگیر و ارتباط برقرار کن. چیزی که میخوای هر چقدر سخت، هر چقدر فکر میکنی اصلا بهت داده نمیشه، یا در خودت نمیبینی، یا فکر میکنی شانسش رو نداری، یا حس میکنی خیلی تو دور دسته، اصلا دست تو بهش نمیرسه، یا فکر میکنی شاید کسی صدات رو در آسمان نمیشنوه. از همونجا نوری تابیده میشه تا تو به آرامشت برسی و وقتی اون چیز بهت داده میشه قدرش رو بدون. چی خواستی؟ پول خواستی؟ عشق خواستی؟ سلامتی خواستی؟ رهایی خواستی؟ آزادی خواستی؟ بهت داده میشه ولی قدرش رو بدون. خب عزیزان، پیام به این زیبایی بود، پیام به این قشنگی بود برای شما عزیز دلم. به خصوص اگر خیلی از شما منتظر نجاتی به هر طریقی، راه اون نجات براتون باز میشه. خیلی زودم براتون باز میشه، زودتر از چیزی که شما فکرش رو میکنید. دقیقا همون جایی که دیگه حس میکنی نمیکشی، همونجا به دادت میرسم و شما تنها نیستی. امیدوارم هر جایی که هستی غرق نور باشین عزیزان. تک تکتون رو خیلی دوست دارم. مرسی به خاطر همراهی و بودن همیشگی شما و تا انرژی خانی بعدی. خدایا رو نگهدار. خداحافظ.